1000 نفر را از زندانها از جمله یک زندان دوشنبه آزاد کردند. احساسات آزادی فقط همه یک عشق مادر دیدن، اما فقط مادر و پدر دیدن است. اولین احساساتی که برای برآمدن همین چیز است. محل قتل ابوبکر البغدادی مؤسس داعش تروریست رقم 1 جهان را در سوریه نشان دادند. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت بغدادی خودکشی کرد. زندگی با کودکان بیمار در واگن آهنینی تنگ و تاریک در کنار دوشنبه. چرا گلنورا عالمова منزل زیستی مناسب ندارد؟ حمام نداره، در بیرون میشم سر کودکم. چیه جای تند بیرون نمیبرم، در بیرون بچه های ما چیکن. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. در تاجیکستان اجرای قانون عفو شروع شد و مقامات صدها محبوس را آزاد کردند. پارلمان روز 25 اکتبر قانون را قبول کرد. روز یکشنبه 27 اکتبر بیش از 1000 و امروز حدود 600 نفر از زندانهای تاجیکستان رها شدند. مقامات میگویند قانون عفو این بار به بیش از 20,000 نفر تطبیق می شود. شادمانی یتیم و زرانگیز نوروزشاه در شهر دوشنبه شاهد آزاد کردن محبوسان از زندان محله یکم سویتسکی پایتخت بودند. برابر باز شدن دروازه‌های زندان برای محبوسان عفو شده دیگر گرفتن پیشراه پیوندان آنها ناممکن بود. همه می‌خواست بعد از سالهای انتظاری هر چه زودتر پدر، فرزند و یا برادر خود را به آغوش بگیرد. در روز دوم تطبیق قانون عفو صدها نفر از زندان معروف به نام یکم سویتسکی در دوشنبه آزاد شدند. اعظم شریپوف 2 سال اخیر در زندان آرزوی آزادی را میکرد. الحمدلله احساسات آزادی فقط همه یک عشق مادر دیدن، اما فقط مادر و پدر دیدن است. اولین احساساتی که برای برآمدن همین چیز است. امید داشتید که عفو میشود میبرید دیگر؟ هر روز دعا میکردم که خداوند عفو تیزتر کنه و آزاد شویم اینجا. اعظم با گناه افراطگرایی 5 سال زندانی شده بود. اکثر آنهایی که بیرون می شدند مثل اعظم می گفتند با همین جرم یعنی افراطگرایی و دیگر گناه ها ادای جزا می کردند. ماشین زدیم 5 سال 6 ماه نه 2 سال 8 ماه شدم 5 سال. به استقبال محبوسان از خرد تا پیرانسالان آمده بودند. برخی برای دیدار پیوندان خود بعد سالهای زیاد با گلدسته و شیرینی ها آمدند. 5 سال بعد نیم سال شد خدا را شکر پروردگار که ای محفظ بر اومد. بسیار 5 سال دادن شکرانه میکنه. برای چه موقع به عقلی و تلفن همه شهر به ادبی به عقلش میشه. تلفن کدوم تلفن شگرفته جای را جقیده است. اگر یک بچه نه میدونم هیچ نمیدونم کدوم تلفن جقیده است. برخی از قبل میدونستند که پیوندانشان امروز رها میشوند، اما تعداد آنهای هم کم نبود که تا آخرین لحظه پشت در زندان انتظار دیدار با نفری نزدیکشان ماندند و بالاخره ناامید شدند. 5 سال دادم 2 سال 6 من پورا یکی امنیستی با نبرم. از مؤسسه اصلاحاتی واقع در محله یکم سویتسکی در یک روز 558 محبوس رها شدند. مقامات گفتند برخی دیگر پس از بازبینی حجت‌ها روزهای آینده رها می‌شوند. شما آرام باشید. با هستن محبوسانی که در داخل مؤسسه پرونده‌هاشون کمتر شبهه‌ناک هستند و همون پرونده‌های و تحلیل و آموزش علاوه‌ای رو طلب می‌کنند. محبوسان عفو شده در لحظه‌های اولی بیرون شدن از زندان درباره شرایط در محبس زیاد صحبت کردن نمی‌خواستند. شرایط چطور بود در چی؟ در زندان؟ در زندان شرایط چه خیلی؟ در 2 روز اخیر از زندان‌های تاجیکستان 1600 نفر آزاد شدند. قرار است تا 2 ماه دیگر افرادی که پرونده‌هایشان شامل قانون عفو می‌شوند رها شوند. زرانگیز نوروزشاه، شادمانی یتیم، آزادی دوشنبه. ابوبکر بغدادی رهبر گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 27 اکتبر در یک بیانیه تلویزیونی گفت بغدادی هنگام فرار از دست سربازان آمریکایی در شمال و غرب سوریه خود را ترک کرد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم کیومرثی عطا.
در این محل در روستای باریشه در ولایت ادلیب در شمال و غرب سوریه ظاهراً خانه‌ای بود که در آن ابوبکر بغدادی رهبر داعش را کشتند. خبر قتل او را در جریان یک عملیات نیروهای ویژه آمریکا در واشنگتن خود دونالد ترامپ اعلان کرد. سربازان آمریکایی و سگان آنها بغدادی را در کنج یک نقب تنگ کردند. به گفته ترامپ بغدادی فیغان کشیده میگریست و سپس با ترکاندن کمربند ترکندش خود و 3 پسرش را کشت. به قول ترامپ تشخیص DNK معلوم کرد که جسد پاره پاره از بغدادی است. خود ترامپ هم عملیات را از طریق ویدیو مشاهده میکرد. ساکنان شاهدان عینی آغاز عملیات شدند. ما را صدای هواپیماها بیدار کرد. ما کوچه برآمدیم و سربازان مسلح را دیدیم. آنها ما را به زمین خواباند و به دستانمان زولانه زدند. بعداً پرسیدند که میدانید در این خانه که زندگی میکند؟ گفتیم نه. میدیدیم که آدمان گوناگون میروند و میآیند ولی به آنها گپ نمیزدیم. به گفته دونالد ترامپ آمریکایی ها روسیه را از عملیات آگاه کرده و برای پرواز به محل حمله رضایت گرفتند. نماینده رسمی وزارت دفاع روسیه ژنرال ایگور کناشنکوف گفت که چنین درخواست در روزهای اخیر به آنها نرسیده است. وی گفت به این عملیات و نتیجه آن شبهه دارد. جبرائیل کینان نماینده نیروهای دموکراتی سوریه میگوید که پناهگاه ابوبکر بغدادی را کردها معلوم کردند. او افزود که به سبب حمله ترکیه عملیات محو را به تأخیر انداختند. مظلوم کوبانی فرمانده نیروها به همه شرکتداران عملیات تشکر گفت و به خصوص دونالد ترامپ را ذکر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم رئیس جمهوری آمریکا را با موفقیت نظرش تبریک گفت. ابوبکر بغدادی یک افراطگرای اشدی بود و سال 2014 هم در قلمروهای وسیع اشغال کرده داعش در سوریه و عراق خلافت اعلان کرد. درباره مرگ او در گذشته هم گزارش‌ها شده بود ولی تصدیق نیافتند. همکاران ما در دوشنبه نظری تحلیلگر تاجیک عبدالملیک قادیروف را درباره محو رهبر داعش گرفتند و نخست از او پرسیدند که از بین رفتن ابوبکر البغدادی تا چه حد به فعالیت این سازمان تاثیر میگذارد. البته درباره مرگ هیچ وقت نمیگویند که خبری خوش است، ولی خبری خوش است که یکی از قتالترین دشمنان دنیای متمدن محو کرده شد. بغدادی که گویم محرک این حرکت بود، محرک این سازمان بود و تمام ایده هایی که این سازمان داشت بیشتر از جانب او پیشنهاد کرده می شدند و استراتژی این سازمان البغدادی می ساخت و قرارهای اخیر را البغدادی قبول می کرد. البته بی البغدادی این سازمان خیلی بی قدرت می شود، بی قوت می شود. عبدالملیک قادیروف تحلیلگر تاجیک درباره مرگ ابوبکر بغدادی رهبر داعش صحبت میکرد که روز 26 اکتبر در سوریه کشته شد. با نزدیک آمدن فصل سرما نگرانی افراد بی سرپناه و آنهایی که از ناعلاجی در وگان و خانه‌های نیمه ساخت زندگی میکنند بیشتر می شود. دسترسی ساکنان به منزل زیست در تاجیکستان از مشکلات داغ باقی میماند. یکی از این خانواده‌های بیخانه از دوشنبه است که بعد جای نیافتن در حولی والدین آن را ترک کردند. در حولی پدر حکمت الله 6 خانواده زندگی میکردند. حکمت الله و همسرش گلنوره عالمова با فرزندان بیمارشان 4 ماه باز در یک واگن آهنین زندگی دارند. گزارش زرانگیز نوروزشاه و افسانه اکبرشایوا درباره روزگار سخت این زن با اهل عائله‌اش. 4 ماه باز این واگن تنگ و تار جای زیست گلنوره و شوهر و فرزندانش است. حمام نداره، در بیرون میشم سر کودکم. چیه جای تنگ بیرون نمیبرم، در بیرون بچه ما چیکار نگاه بین وای میکنن، من ایزو میکشم زد نکنم، منم زد نکن. حاجت خونه شموس دادش نمیرم هم حاجت خونه. این واگن در داخل یک نقطه شستشوی ماشین ها در دوشنبه است. حکمت الله شوهر گلنوره در اینجا ماشین شویی می کند و روزگارش را پیش می برد. پس از آوارگی های زیاد و بیرون شدن از خانه پدر و مادر خود و همسرش به او و کودکان بیمار و بی سرپناهش اجازه دادند در اینجا روز گذراند. 4 ماه کوارتر به کوارتر می گشتیم
روزگار نمیافتیم، روزگار تامین نشد. با آخر تا آخر آمدم 4 ماشینه که در همینجا تنگه خش چیکار میکنی؟ همین قدی کوچه را خور رفتن آخر بهتره هم سر نکنی همین هم خونه که پول کارکرده مردی خانواده به طبابت 2 پسری بیمار و همسرش که از دیق نفس رنج میکشد صرف می شود. وگان تنگ و شرایطی بد مجبورش کرده که یک فرزندش را به یتیم خانه دهد. از دسته به شرایط اگر همه چیزا تامین باشه من نمیخوام فرزند من در اونجا تامین کنم، میخوام در برم باشه. پسرانش یکی فلجی دست و پای شده از زبان هم مانده است و دیگری بیماری دل دارد. تابستان در این 4 دیواری تنگ و کوچک برای کودکان بیمارش سخت بود، میگوید حکمت الله. برای صاحب خانه شدن چند سال پیش حکمت الله با همسرش به مسکو رفت، اما چون 10 مهاجری دیگر برای سالهای طولانی از این کشور هم خارج شد. با درآمدی که از ماشینشویی به دست می آورد امید ندارد که در 10 سالهای دیگر هم برای فرزندانش سرپناهی بسازد. مراجعت‌های به تکرارش هم به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین نتیجه نداده است. ته چوب واریزه کردم اویلام اینو میخوادش که ما اینو میخوادم کردم برای زمین گفتم یا خونه دستگیری کنم و خیلی جو مکان کنیم بوده کاره روز بر روز کلام شدیسیم فرزنده شرایط وضبین‌تر شدن میگه نه به خونگی همون چیزی وضبین‌ترین داودم بنده خدا به سرپناه بوده. حکمت الله و گلنورا میدونند که حال فرزندان بیمارشان در این خانه آهنین و کوچک در زمستان بدتر می شود. اما برای یوسف جان 5 ساله و برادرش که هنوز به عمق گریه های مادر و نگرانی های پدر سرفهم نمی روند، زندگی در آغوش والدان کافی است که خوشحال و آرام باشند. شب ندیدم تو را ستاره من. 2 رامشگر امریکایی اسکریپکا نواز پاتریک ییم و پیانینو نواز جنیفر هیمسترا این آهنگ مشهور طالب شهیدی آهنگساز معروف تاجیک را در دوشنبه اجرا کردند. آهنگ آشنا در اجرای رامشگران مهمان و تماشابینان پسند آمد. ادامه موضوع در گزارش امردین اولیموف. موسیقی ستاره من زیادالله شهیدی در اجرای نوازندگان امریکایی. کفگوبی ها به خاطر هنر جنیفر هیمسترا و پاتریک ییم است. من نواختن موسیقی خلق‌های گوناگون را دوست می‌دارم و از آن جمله موسیقی تاجیکان را. می‌دانم که هر یک خلق موسیقی خود را دوست می‌دارد و وقتی به تاجیکستان آمدم می‌خواستم موسیقی این خلق را اجرا کنم. پیانینو نواز جنیفر هیمسترا و اسکریپکا نواز پاتریک ییم از امریکا در دایره یک سفر هنری برای تماشابینان تاجیک موسیقی کلاسیکی نواختند. برنامه‌شان از موسیقی بسته‌کاران مشهور جهان عبارت بود، اما اثرهای بسته‌کاران تاجیک را هم صرف نظر نکردند. حالا من بسته‌کاری تاجیکی را جستجو می‌کنم که توانم آهنگ‌های او را بنوازم. چند ماه قبل من همراه پاتریک به تاجیکستان آمده بودم و یکی از آهنگ‌های طالب شهیدی را اجرا کردیم. کنسرت هر دو نوازنده روز نخست در تئاتر اپرا و بالت اساساً برای دیپلمات‌ها و دیگر مهمانان برگزار شد. روز دوم ساکنان دوشنبه رامشگری آنها را رایگان تماشا کردند. خیلی پسند اومد. درستی گفت من 1 مرتبه اومدم و این خیلی کنسرت. این روز برایم خیلی روز وزنین بود. یک راحت کردم. در تاجیکستان مردم بیشتر به موسیقی سنتی و استرادا توجه دارد. سالهای اخیر جایگاه موسیقی کلاسیکی غربی را سرودهای ملی تنگ کرده است. با اندیشه پاتریک ییم برگزاری کنسرت ها از سوی هنرمندان حرفه‌ای توجه مردم تاجیک را به موسیقی کلاسیکی غربی افزایش می‌دهد. اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه www.azadi.org بخوانید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خداحافظ.